عزیزم ندا چه سوال قشنگی پرسیده. ندا پرسیده به نظرت ریز ذاتیه یا میشه یاد گرفت؟ ریز ذاتیه یا میشه ریز رو یاد گرفت؟ ریز از نظر من میشه یاد گرفت، ولی خیلی به کودکی تو هم تاثیر داره. یعنی تو با چه رفیقای گشتی، پدرت چجوری صحبت میکرده، یا مثلا اعتماد به نفس از جایی میاد که از خانواده معمولا اعتماد به نفس میاد دیگه. واسه همینم بازم بخوای بری دختر بازی، اونم بعد با اعتماد به نفس بیاد. واسه همینم بعضیا هست اصلا قیافه ندارن، نه پول دارن نه قیافه، ولی ته دختر بازن. یعنی اعتماد به نفس انقدر لامصب بالاست. معمولا ایرانی اعتماد به نفسشون اتفاقا خیلی بالاست. مثلا خارجی اعتماد به نفسشون چیزه، بعضیاشون اعتماد به نفس دارن بعضی ندارن. ولی به سوال ندا برگردیم، ذاتی هم هست، میدونی، هم ذاتیه هم میتونه اعتماد به